دیوبند عالم بود، مفتی شفیع که معارف القرآن تفسیر جور کرده، مفتی شفیع صاحب الله رحمت کنه کلشانه، این شاگردش بود. یک روز داخل میشه که گریان داره، از پیش سوال میکنه وجه گریانه، که شاه صاحب چرا گریان داری؟ گفت نه بس دیگه سوال نکن. این خیلی اصرار کرده که نه وجه گریانه باید برای من بگوی. شانورشاه کشمیری رحمه الله برش میگه که عمرم ضایع شده از او خاطر گریان دارم. مفتی شفیع صاحب رحمه الله برش میگه عجیب، تمام عمر تو در تفسیر در دوره حدیث در دیوبند تیر شده، در مرکز بزرگ دنیا، مرکز تعلیمی بزرگ دنیا، تو میگی که عمرم ضایع تیر شده؟ خیر دیگه خو هلاک است. گفت نه تو نفهمیدی. گفت به خاطر ضایع تیر شده که من خدمت قرآن و حدیث نکردم، من خدمت مذهب حنفی را کردم. هر جایی که حدیث پیغمبر آمده چاپه کرده و گفتم که اینجا